هستی؟ در جان آخیر کمتر کروم و ویزیتر شدگه چی گپ شد با مادرم؟ دکترها چی گفتن؟ هزار سومان میگه نمیدونم دادر جان اگر کمتر توقت کنیم خیلی و دیگه مایلش دادر جان هم چی است؟ صحبت کردم میتونه که با او گپ نکنم خیلی از نوعی من مادرم رو سلام بود کمی بدتر بود از پول میکنم بود به شما زنگ میزنم به مادرم رو به بنیسه بریم من چیکار کنم؟ از کجا یابم؟ ای خدایان با من کمک کن. در این شهر غریبی هیچ کس رو نمیشناسم. به کجا روم؟ سلام علیکم برادر جان. سوز هستی خوب هستی برادر جان؟ میشه و رحمت برادر جان. بخشش برادر جان نخست صحبت تلفنیت رو شنیدم با پدرت بود مادرت بود صحبت کردیم. نه اکا جان با دادرکم صحبت میکردم. چی گپ است برادر تینجی است من میتونم یکم کمک کنم؟ نه هزار رحمت برادر جان هیچ گپ نیست. من خیلی میفهمم به این شهر غریبی بسیار کمک ها مثلا بسیار حالت ها می شود میخواهم کمک خود رو برسونم. بخشش دادر در اینجا کار میکنیم. هو اکا جان از پرتوگاه کردان جمع کرده بودم میفروشم. دیگر در شهر غریبی کی رو میشناسم که با من کمک کنه یگان کاری خوب کنم. میدونم برادر در این غریبی همه کار شدن ممکن. این حالتو در سر من شنیدم که در باره بیماری مادرت صحبت کردی. میتونی پورتر فهمونی؟ دادرم زنگ زد گفت که مادرم بیمار شد به بیمارخانه بردیم. پول پرسیدن اما پول نداشتیم. برای همین زنگ زدم که اگر یگان مبلغ می داشتی به ما روان میکرده که مادر را به بیمارخانه می بردیم. و من در این شهر غریبی یگان کس را نمیشناسم. من نمیدانم پول از کجا گیرم. در بیمارخانه فقیریم گفته تا اهمیت هم ندادم. دنیا همین است برادر چی کنم؟ در این وقت و زمان همه برای پول بود صحبت میکنه. بله همین خلاصه که راست میگویی. چقدر مبلغ لازم باشد من کمک میکنم. بیا رفتیم روی هزار رحمت چیکار نکه یک بلا میکنیم. انشالله همش میشود که یک بلا میکنم خودم. مادر تو مادر من است. میخواهم کمک کنم. مالش هزار رحمت چیکار نکه جان. نمیدونم خوبی تو رو خیلی برمیگردانه. در این وقت زمان هیچ کس به هیچ کس یادم نمیکنه. و تو میخوای با من کمک کنی هزار رحمت برادر. من امیدوارم که روز میتوانم به تو کمک کرده. من نمیدونم که چی به کی میکنم کمک اما منتظر میشم همون روزا که
با تو کمک کنه. واقعا آدمی خوب هستی دکتر. الله رحمت الله. یک بار دیگر هزار رحمت کبان. کوی من پوری قیم نیست، تعمیر خونه است. جای گرم هم میتیم، جای خوب هم است، لباس های گرم هم میتیم. با من کار میکنی. رفتیم دو در جون. یک دقیقه ایستون من لباس هایم رو گیرم.